گلسره نظیرова مادر میرونه فروزان در صحبت با پلیوس گفت دخترش همگی 15 سال داشت. او در مرگ دخترش آموزگاران را عیبدار میداند که اجبارا به جمع آوری پخته برده به توجه گذاشتند و تا شام در میدان نگاه داشتند. با گفت گلسره حادثه تقریبا ساعت 19:30 رخ داده است. راننده بیخبر از خوانندگان که نزد تلیشکم در تاریکی انتظار بازگشت به خانه بودند تراکتور را اداره کرده است. بغیر از میرونه باز دو همصنفش نزد تلیشکای تراکتور قرار داشتند. شاهدان حادثه دو همصنفش هستند. یکی از آنها گفت راننده تراکتور را تیز از جای به حرکت درآورد و تلیشکای آن به کتف میرونه رسیده او را به زمین افکند. در تاریکی راننده ندیده است و تراکتور از بالای دخترم گذشته رفته است. خوانندگان او را بعد جراحت وزنین از زمین برداشتند. معلمه آن وقت در نزد این خوانندگان نبوده است، هرچند او باید خوانندگان را سرجم میکرد. با علم میگوید گلسره نظرova این مادر از فوت دخترش در بیمارخانه شهر خوجند که 2 روز پیش آنجا بستری شده بود آگاه شده است و از رفتن میرونه به پختچینی بیخبر بوده است. به میرونه گفته بودم تا از بیمارخانه آمدن من به پختچینی نرود. او به خواهرش گفته است که معلمان مجبور میکنند به پختچینی بیاید. بعد همراه یک همصنفش سروناز رفته است. آنها را یک آموزگار زن رهبری میکرده است. باید ساعت 17:00 آنها را از میدان پخته میبرآوردند اما نبرآوردند. دخترم به خانه زنگ زده گفته است دیرتر میروم، خواطر نشوید. نخل میکند گلسره. یکی از پیوندان نزدیک خانواده نظرova در صحبت با پلیوس گفت گروه تخمینا 30 نفره خوانندگان مکتب رقم 2 روز دوشنبه بعد انجام درس نصف روزی به پختچینی رفته بودند. خوانندگان را قیوم و گلچهره نام آموزگار رهبری میکرد و این گروه برای جمع آوری پخته به خواجگی یاری رسان ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد که نزدیک به محله مینت آباد است رفته بودند. او میگوید بگویی آن روز گروهی از خوانندگان را با نقلیات به خانه‌هایشان آوردند. به گروه نقلیات پیدا نشد و تا تاریکی در میدان پخته ماندند. بینشان میرونه هم بود. 3 خواننده صنف نو بالای پریچپ انتظار نقلیات بودند. راننده یک باره تراکتور را میراند. 2 دختر زود میفرایند. میرونه یک باره افتاده زیر چرخ میماند. زنی که او هم به پختچینی رفته بود حادثه را میبیند و زود رفته با نور فنرک دیده است که او میرونه است. کمی آواز برآورده 2 بار چقر نفس کشیده در همانجا جان داده است. بعد کارمندان مقامات میلیسیا او را به بیمارخانه میآورند. نقل کرد این منبع. گلسره نظیرova مادر میرونه میگوید آموزگاران مکتب شبانه خوانندگان را جمع کرده گفتند که کسی شما را پرسد گوید که ما نزد میرونه نبودیم و او را ندیدیم. آیا این خودسفیدکنی نیست؟ سوال میگذارد گلسره. سال 2009 استفاده مهنت کودکان یا خوانندگان مکتب و دانشجویان در جمع‌آوری پخته با فرمان علایده رئیس جمهور تاجیکستان و وزارت معارف منع شده بود. به گفته ساکنان مقامات میلیسیا در ظفرآباد حدود 80 گکتار زمین دارد. در مورد آنکه این گروه خوانندگان چطور به خواجگی یاری رسان مقامات میلیسیا به پختچینی رفتند این نهاد رسما تا حال چیزی نگفته است. روز 16 سپتامبر در شعبه مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد به پلیوس گفتند از این حادثه خبر ندارند و چنین حادثه در مقامات آنها ثبت نشده است. مدیر معارف نویه ظفرآباد دلفروز نیازقلووا در صحبت تلفنی با پلیوس از شر این حادثه خودداری کرد. او کوتاه گفت این خوانندگان با خواهش خودشان بعد درس به خواجگی برای یاردم پختچینی رفتند. من نام خواجگی را نمیدانم. در ولایت سوغد همگی 4 روز پیش موسم غنچین پخته آغاز شد. بیش از 1000 نفر کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و تشکیلات و اداره‌های ولایتی با رهبری رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده 11 سپتامبر به یاری پختکاران رفتند.